دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به توجه ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی مملکت میرساند که سنه 25 فوریه سال روان در دانشگاه روز درهای گشاد و دور نهایی المپیاد بین ختم کنندگان برگزار میگردد. ختم کنندگان می توانند در روز درهای گشاد از شرایط و امکانات های فراهم شده، اختصاص های عمل کننده و روند تعلیم در دانشگاه از نزدیک شناس شده صاحب معلومات ضروری گردند. در جنبش المپیاد ختم کنندگان از روی های سوالنامه‌های سنجشی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دانش خود را سنجیده، غالبان با کامپیوتر، نوتبوک، پلنشت و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای ریاست دانشگاه قدرشناسی می‌شوند. مهمتر از همه ختم کنندگانی که صاحب خالهای بلند می‌گردند امکانات تحصیل رایگان در دانشگاه را پیدا می‌کنند. مرحمت به روز درهای گشاد و اشتراک در دور نهایی المپیاد بین ختم کنندگان به دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان.